همونطور که گفتم امروز میخوام درباره سکس با مهارم با شما صحبت کنم. قبل از این مسئله دوباره قبل از اینکه شروع کنم با توجه به کامنت ها و بحثایی که پیش اومد من میخوام یه نکته رو به شما مطرح بکنم. شما از خود این تیتری که من مطرح کردم و شما اینقدر شروع کردید به کامنت های منفی، اینو بدونید که با پوشاندن مسئله شما نمیتونید مسئله رو حلش بکنید و اگر یه واقعیتی هم که در جامعه ما یا حتی در سطح جهان وجود داره و شما از اون واقعیت خوشتون نمیاد، این با نفی واقعیت شما نمیتونید کاری رو بکنید جز این که اون واقعیت رو بپذیرید و بهش درست برخورد کنید و با برخورد درستتون بتونید به اون واقعیت یه جهت سازنده‌ای رو بدید، یه جهتی که مثلا فرض کنید که سیل میاد، شما بگید یه واقعیت رو بگید این سیل رو من قبول ندارم، به وجود سیل 100 بار فحش بدید. این مسئله نمیتونه اینو حلش بکنه. شما باید بتونید اول سیل رو به عنوان حتی یه پدیده منفی قبولش بکنید، بعد از قبول کردن راه حل درست برخورد به این سیل رو پیدا بکنید. وگرنه میشیم مثلا مثل آقای احمدی نژاد در رابطه با هموسکسوئلا گفته بود که اصلا ما نداریم. خب فکر میکنید که اگر ما بگیم مثلا هموسکسوئل نداریم واقعا روش رو بپوشونیم، به قول حالا آلمانیا یه اصطلاحی دارن اونا رو زیر فرش بکنیم، مسئله حل میشه؟ نه دوستان، حل نمیشه. اینو هر چقدر ما برخورد منفی به این مسئله بکنیم این میره توی شمارش سیاه. حالا آلمانیش بهش میگن دونکل سیفر، یعنی شمارشی که شما نمیبینید، آمارای مخفی که نمیبینید. من پزشک بودم، توی دانشگاه بودم، اینقدر ایدز رو پوشونده بودن حتی به عنوان یه پزشک فکر میکردم تو ایران ایدز وجود نداره. خب این نمیتونه مسئله رو شما حل کنید. شما اگه میخواین یه چرکی که توی وجود ما هست اونو حلش بکنید، اون چرک رو باید اول بازش کنید. حالا شما اگر فکر میکنید، دوستانی که فکر میکنن اگر به من فحش بدن به این موضوع، نمیدونم به من بد و بیراه بگن این مسئله حل میشه، خب ادامه بدید به فحشاتون. اما این روش برخورد رو یاد بگیرید که به مسئله درست برخورد کنیم تا بتونیم خوب پیش ببریم. این یه مسئله. یک نکته دیگه هم که میخواستم به این بچه هایی که در رابطه با سکس با مهارم برخورد منفی بکنن، یه نکته هم بگم که من هم احساسشون رو میفهمم. حدود 4-5 سال پیش که من شروع کرده بودم که در سطح رسانه‌ها مطرح شده بود که من به این مسئله خیلی راحت برخورد میکنم، یک هجوم خیلی شدیدی از طرف کسایی که سکس با مهارم داشتن به سمت من اومده بودن و مطرح میکردن، موضوعاتشون رو مطرح میکردن. من باید اقرار بکنم که من هم واقعا نمیتونستم بپذیرم. بعضی وقتا انقدر عصبی میشدم که حتی مثلا شروع میکردم بعضی وقتا من هم فحش میدادم. یعنی میخوام بگم شما رو میفهمم وقتی فحش میدید. البته فحشای مثل شما رو نمیدادم، فقط میگفتم که انسان کثیف یا نمیدونم این انسان بیشعور چطور میتونه یه همچین برخورد تحقیرآمیزی رو به مثلا کسی که اینقدر دوستش داره انجام بده. نه اینکه سکس، اون برخوردایی که اونا مطرح میکردن من منظورم بود، نه نفس سکس. حالا میریم سر اینم صحبت میکنیم. من اینو بلنگو گذاشتم. یکی از کسانی که از ایران به من زنگ زده بود و در مورد این سکس با مادرش داشت صحبت میکرد، این دوست من گذاشتم تو بلنگو، گفتم بچه‌ها بیایید واقعیت ها رو ببینید. این یکی از آقایونی که خونه من بود انقدر این پشت تلفن حتی نمیتونست تحمل کنه، این شروع کرده بود توی اتاق راه میرفت و بعد این گوشت ناخونش رو اینجوری از حرص و عصبانیت چنان کشید پاره کرد، یعنی اینجوری کند که خون اومد. یعنی میخوام اینو بگم که واقعا این احساسات شما این مسائل رو هم میفهمم، ولی ماها کم کم با برخورده خوب، یعنی این مثلا توی بیمارستان همیشه هست، بچه‌هایی که تازه وارد دانشگاه میشن
وارد بیمارستان میشن، وقتی با بیماری‌های مختلف، با ناهنجاری‌های مختلف، حالا من نمیخوام بگم سکس با محارم ناهنجاری هست یا نه، ولی با یه چیزایی که غیر عادیه باشون برخورد میکنن، خیلی اگزاژره و خیلی شدید و خیلی حتی خودشون مریض میشن. خب در مورد سکس با محارم شروع کنیم. اگر سوال نبود، من از سوالایی که حالا ردیفه که فاشه دوستان، به 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 چه خفوش، یه وسطشون دارم میگردم ببینم تا یه جمله یه متن منطقی رو پیدا کنم، ولی همتون معلومه که این موضوع براتون مهم بوده که واقعا کامنت ها خودش یک دنیا، یک جامعه شناسیه. خب دوستان حواسمون باشه که میخواد عادی جلوه بده. این آقایی که این حرفو زده درسته، من یکی از اهدافم اینه که میخوام این مسائل رو بسیار عادی نشون بدم، کما اینکه در رابطه با سکس هم میخوام این مسئله عادی بشه. شما اگر مسئله سکس رو بهش برخورد عادی بکنید، انقدر فوکوس نمی کنید. بالاترین سایت هایی که بیننده داره چیه؟ سایت های سکسیه. چرا سایت های در رابطه با سلامتی، در رابطه با نمیدونم ورزش و اینا خیلی بیننده نداره؟ چرا؟ خب این سوال کن آقای محترم. برای اینکه عادی نشده، برای اینکه کمبود هست. وقتی به این مسئله درست برخورد بشه، هر چقدر عادی بشه، این مسئله چیه؟ راحت‌تر بهش برخورد میشه. مسئله سکس با محارم، شما فکر میکنید که بنده مبلغش هستم؟ من فقط میخوام بگم اونایی که اینقدر میترسن، اینقدر این مسئله زیاده در جامعه ما. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه جامعه ما یه جامعه بسته است. یک بار یک آقای کارگری به من زنگ زد و بعد گفت از شما خواهش میکنم حق مشاوره رو از من نصف بگیرید. من واقعا انقدر فشار جنسی شدیدی دارم که اصلا به پای مادرم، به پای خواهرم، به پای اینا نمیتونم نگاه کنم. اصلا همش حس میکنم که یه جوری اینا رو به این صورت نگاه میکنم. ما باید چجوری با این آدم برخورد کنیم؟ بگیریمشون اعدامشون کنیم؟ بگیریم این مثل این هموسکسوالا رو که گرفتن اعدامشون کنیم؟ بگیریم بکشیمشون؟ خب همین جایی که الان تو همین مملکتی که دارین زندگی میکنید که تریاک الان داره عادی شده، بابا برای 1 گرم تریاک اون اوایل، حالا برای به سن خیلیا نمیخوره، اعدام شدن آدما. همون رژیم هستیم دیگه، همون کس هستید. پس چرا اینجوری شده؟ نگفتی چرا با محارم سکس میکنم، مشکلشون چیه؟ داشتم همین مسئله رو مطرح میکردم که گفتم اولا که بذارید سکس، من یک کلیپ دارم بحثی با زیبا ناوک در رابطه با سکس با محارم. اینو هنوز توی اینستاگرام نذاشتم ولی تو یوتیوب هست، میتونید برید اینو نگاه کنید. حدود 4 سال پیش و اینها من این کلیپ رو پر کردم. کار من در وهله اول به شما بگم، اولی که در جواب اون آقا گفتم بله این مسائل هر چقدر عادی بشه به مسئله برخورد نرمال میشه. مثل همینیه که ماها که الان میریم توی مناطق لختی ها میریم شنا میکنیم، کسی نمیاد دنبال کسکون ما، نمیدونم به ما نگاه کنه، فلان کنه، بهمان کنه. یکی میاد اونجا کتابشو میخونه، یکی میاد آفتاب میگیره، یکی میره شنا میکنه و یه فضای عادیه، یه فضای عادیه. خب پس این مسئله هم عادی بشه در رابطه با این که بابا مردمی که الان این مسائل رو دارن از ترس نمیتونن مطرح کنن، چون طرف میگه که اگر من مثلا بدون فامیلم، بدون اون یکی بدونه، این یکی بدونه، منو میکشم. خب شما بدونید دیگه. خب منم به عرب بدونم که جانم در خطر، خب منم میگم که ببخشید نه من نبدم. دروغ از کجا میاد؟ دروغ از ناامنی میاد. وقتی که اینجوری میشه طرف انکارش میکنه و با این انکار میره این مسئله توی چی؟ حالا این کلمه رو شما هم حالا آلمانیشو یاد بگیرید، تو کلسیفر، یعنی آمار مخفی میره و ما میخوایم از این آمار بیاریم در آمار روشن و بعد تا بتونیم به مسئله برخورد کنیم. چرا طرف میره به سمت خواهر و مادرش؟ عادی میگی محارم یعنی خواهر و یه سری هم در رابطه با شخص من صحبت کردن که آیا زیبا تو نمیدونم تو ناهنجاری جنسی داری. اگر یه موقعی خواستید در رابطه با خود من صحبت بکنیم که اصلا منم کمپلکسای
مختلفی دارم، از جمله کمپلکس های جنسی هم دارم. اینو قابل انکار نیست. حالا این که این کمپلکس داشتن و یا حتی روانی بودن من را عامل اهرام و سرکوب من بکنید، خب بکنید. اگه با سرکوب کردن من به یه جایی میرسید بکنید این کارو، ولی مسئله رو حلش نمی کنید. که یکی نوشته تو خودت به بابات کس دادی. ببینید در رابطه با خب این مسئله رو بذارید بگم. البته شما لحن صحبتتون فقط اینه که فکر میکنید که انسان، زن، حتی با این صحبتی که مطرح میکنید نشون میدید که زن مسئولیتش فقط کس دادنه. ولی هم خودتون، هم پدر، هم مادرتون، هم خواهراتون، هم زن رو تحقیر نکنید. زن فقط یه سوراخ نیست. زن یک موجوده که میتونه در یک رابطه قشنگی سکسی هم یک همزیستی شما رو قشنگتر بکنه با هم. یعنی ماها همدیگر رو تکمیل میکنیم، زن مرد رو، مرد زن رو. پس بنابراین تو این رابطه هی نرید فوکوس نکنید روی این که طرف مثلا الان فرض کن که زن به عنوان من مثلا فرض کن مسئول این بودم که به بابام کس بدم یا بدم فلان این کارو یا به یک کسای دیگه. من در رابطه با این مسئله سکس با محارم اگر اینجوری من سوالت رو یه ذره قشنگترش میکنم و اون اینکه آیا با خود من این سکس با محارم رو داشتم؟ نه، من اینو نداشتم و گرایش یعنی خواهر پدر من هم و برادرای من هم به من گرایش جنسی نداشتن. اما یه نکته رو من به شما بگم. من توی این کتابم که سیبا کتاب من از دوران کودکی خودم برای شما گفتم، من توی این کتاب اولین کس نوشتم که اولین کسی که من عاشقش شدم برادرم بود و من انقدر عاشق برادرم بودم که دلم میخواست که هر مردی هم که باهاش خواستم زندگی کنم شبیه برادرم باشه. به هر حال ولی برادر من که انگار این احساس رو کرده بود که من اونو خیلی به شدت دوستش دارم، همیشه دوری میکرد از من و منو از خودش دفع میکرد. بنابراین هیچ وقت ما نتونستیم حتی یک رابطه خیلی خوب عاطفی با هم داشته باشیم و برادر من بیشتر با خواهر برادرای دیگه من ارتباط بهتری داشت و این همیشه به عنوان یک کمبود بود. در رابطه با پدرم هم که من پدرم رو واقعا یعنی شاید بگم از خیلی از مردایی که حتی تو زندگیم بود خیلی بیشتر دوستش داشتم، ولی اون هم به من نه گرایش جنسی نشون میداد و نه حتی من واقعا به شما دفعه پیشم گفتم دلم میخواست که حتی دست منو بگیره که آخرین باری که بود قبول کرد که دستشو که من تو دستش میگیرم رد نکنه. ولی خب بخشی از این حالت هم توش سکس و احساسات قشنگ ارتباط بدنی توش هست. تنها میتونم اینو بگم در رابطه با خودم. یک سوال دیگه که از من کرده بودن و گفته بودن آیا تو با سکس محارم موافق هستی؟ اصلا من کلمه محارم رو خوشم نمیاد چون کلمه مذهبیه، ولی خب دیگه چون الان تو جامعه ما هست ما مجبورم که از این کلمه استفاده بکنم. یعنی با کسایی که به اصطلاح محرم هستن. من اصلا کلمه محرم، غیر محرم و اینجور چیزا رو قبول ندارم خودم. من 20 سالمه میخوام خواهرمو بکنم. اولا که واقعا امیدوارم یاد بگیرید که همش شما زن رو اینجوری به صورت یه سوراخ نبینی، ولی واقعا اگر میخوای که با خواهرت ارتباط داشته باشی، من در این رابطه هم باز چند تا کلیپی دارم که من و خواهر مجموع مشاوره هم سکس با محارم توش هست. من و خواهرم عاشق همیم، من و خواهرم میخوایم با هم ازدواج کنیم. ببینید سکس با محارم رو من به طور کلی کسی نیستم که ارزش اخلاقی بذارم سر این مسئله، بگم درسته یا غلطه. حتی سکس با محارم در کشورهای اروپایی با وجود اینکه خب خیلی هم شاید رایج باشن ولی ممنوع علنا. یعنی ازدواج خواهر و برادر و اینها موارد خیلی خیلی زیادی هم تو این رابطه است و اینا رو هیچ وقت نمیان اینا رو اعدام بکنن فلان کنن و اینها، ولی ازدواجش رو اجازه نمیدن. پس بنابراین این جامعه اینو نپذیرفته. من کسی نیستم بگم که این درسته این غلطه، این حرامه این حلاله. یکی اومد از من پرسید گفتش زیبا حلاله یا حرام، گناه داره یا گناه نداره؟ گفتم میخوای گناهشو بدونی؟ خب برو مسجد. من کارم این نیستش که بگم که گناه داره گناه نداره. کار من اینه
وقتی کسی به من مراجعه میکنه با یه همچین گرایشی، من دایره دیدش رو وسیع‌تر میکنم که این فرد بدون کجا داره زندگی میکنه، با کی داره ارتباط برقرار میکنه، در چه رابطه ای هست. مثلا فرض کنیم موردی بود که پدرش هم مثلا از پدرش میخواست مخفی کنه. خب این یه خانواده است. من نمیتونم همینطور برم بگم آره تو میخوای برو مادر، یا طرف اومده میگه من میخوام مادرم، حالا برید شما کلیپ ها رو نگاه کنیم، من میخوام هر طور شده مادرم رو مثلا فرض کنیم مثلا این اصطلاحاتی که شما به کار میبرید برم بکنم. خب من با این فرد باید چجوری برخورد کنم؟ البته خب یک قدم خوبی رو که برداشته اینه که اومده داره با من حرف میزنه و شما اینو بدونید من حداقل در هفته 4 مورد دارم. ببینید اوایل به من میگفتن که اینا رو زیبا از خودش در آورده. خب من گفتم خب یه بار از خودم در میام، 2 بار در میام، اصلا با این کار چه چیزی رو میخوام ثابت بکنم؟ من فقط فضایی که ایجاد میکنم که دیگران بیان حرفشونو بزنن. شما به جای اینکه عامل رو ببینید، مسئله رو برخورد کنید، مثل جامعه ما که یک دختری که بهش تجاوز میشه، به جای اینکه اصلا بیان برخورد کنن به اینکه اصلا چرا این اتفاق افتاده، اون بدبخت دختره رو محکومش میکنن. آره تو فلان، اون دختر حتی چقدر موارد هست که دخترها نمیتونن حرف بزنن. من بزرگترین خدمت رو به این بچه هایی که به سمت من مراجعه کردن این خدمت رو کردم که اینا اومدن حرفای دلشون چیزایی که سالها نتونستن به کسی بگن به من گفتن. خب شما اینو چیز کمی میبینید؟ خب بذارید همین فضا برای شما ایجاد بشه. این وسط یه کامنتی باز اومد، این پوست صورتت اینه، پوست صورتت اینه، لامصب بگو کرم. من هیچ کرمی مصرف نمی کنم در طول روز. من از دوش که بیام یه کرم چیز میزنم. بابا من اینجور چیزا رو ندارم، ولم کنید دیگه در رابطه با من. نمیدونم چرا اگر شما دارید پوست منو خوب میبینید چشمای شما حالا دیگه چشمای شما خوب میبینه، ول کنید دیگه اینکه کرمش چیه کرمش چیه. برید عامل درونی رو، علتش در عامل درونی آدم هست. شما یه روز بیاید فشارهای روحیتون از خودتون بردارید، بعد میبینید که چقدر قیافتون تغییر کرد. کسایی که میان با من زندگی درمانی میکنم، باور کنید دومین سومین روز قیافشون تغییر میکنه. من توی ایرانم یه دختری اینجا، اینو میگم البته به سکس با مهارم ربط نداره، یک دختری اومده بود برای مشاوره پیش من، انقدر وضعیتش داغون بود. من برای پروسه درمانی این همون موقع که هنوز تو ایران بودم، بعد یه 2 ماه تعیین کرده بودم، گفته بودم تو مدام بیا با هم در رابطه با یه سری مسائلی تو زندگی کار بکنیم. بعد از یه ماه دوستای من میگفتن این همونه. خب اینقدر صورتش تغییر کرده بود. خب یکی هم نوشته که گوه میزنی به صورتت. یادم افتاد بچه راست میگی، یه چیزی بگم، البته گوه نمیزنم ولی گهگاه این شاش میزنم. شاشو اینکه از شاش خودتون همونطور که بهتون گفتم اینجوری دست بزنید برای ضد جوش و اینا خیلی خوبه، و به صورتتون اینجوری بزنید برای ضد چروکاتون هم خیلی خوبه. این کار رو انجام بدید، برید در رابطه با شاش خودتون، حالا سری نرید نمیدونم به هم دیگه نمیدونم اون یکی شاش، ولی بزنید به صورتتون، حالا بعد اثراتشو میبینید در رابطه با چیز، چون شاش کورتیزول داره و این روی صورتم گهگاه که من همیشه هم نه، همینطوری یه موقعی هوس میکنم وقتی شبا که میخوام بخوابم اینجوری از توالت که اومدم بیرون همینجور دست میزنم به شاشم و اینا میزنم به صورتم. خب این ولش کنیم دیگه، بس دیگه بچه دیگه سوال در مورد صورت و نمیدونم چی و اینا نکنید. در رابطه با این سکس با مهارم که داشتم میگفتم، ارزش گذاری لازم نیست بکنیم و مثلا بگیم که خب چی درسته چی غلطه. تنها کاری که من به عنوان یک مشاور و کسی که میخوام در بهبودی روان فرد کار کنم، وسیع کردن دایره دیدشه. یعنی اون شخصی که میاد با من صحبت میکنه، من بدون اینکه محکومش بکنم بگم مادرته، خواهرته، فلانه، بهمانه، این مثل مادر بزرگا و مثل این آدمایی که یک جو وحشتناکی رو ایجاد میکنن که در نطفه نه فرد اصلا جمله شده که من نبودم، مثل اون بچه‌ای که وقتی بهش میگن که کی اینجا چیش کرده، بچه از ترس اون برخوردهای اطرافیان میگه که پیشی چیش کرده. خب مجبوره که انکار بکنه. شما این فضا رو ایجاد کنید دیگه، سرکوب بسه دیگه.
چقدر ما میخوایم بیایم بکشیمشون این آدما رو. این سکس با محارم اولا این که ریشه تاریخی داره. دیدای خودتون رو از دایره فقط اون دنیایی که خودتون هستید بیارید بیرون، اون فرهنگی که خودتون هستید بیارید بیرون. خوشبختانه الان اینترنت هست، برید نگاه کنید، برید ببینید. مثلا فرض کنید شما میدونید که تو اسکیموها وقتی شما با یه بار، حالا این جالبه اینم بگم، بابای من یه بار اومده بود، گفت اون موقعی که ارتباط داشتیم و الان دیگه خیلی وقت سال هاست که ارتباط نداریم، گفتش که آخه این مسئله چند همسری و فلان و اینها مثلا خب این جزو سنت های ما که نیست. گفتم خب ما اگر الان توی قطب شمال به دنیا اومده بودیم، یه مهمونی مثلا اونجا میاد، مهمون میاد خونه یه اسکیمویی، شب که مثلا غذا میارن، بعد که میخواد بره زنش هم میاره، میگه بفرما مثلا برای اینکه شما تنها نمونید امشب با خانم من مثلا نیاز جنسیتون رو برآورده کنید. بعد شما اگر جواب منفی بدید، اون اسکیمو ناراحت میشه، میگه غذای من مثل غذای من که بدتون اومده، میگه از خانم منم بدت اومده. بابای من اینو شنید، گفتم خب اینم سنته دیگه، ما اگه اونجا بودیم اونجوری رفتار میکردیم. اصل با چیه؟ اصل اصالت با سنت، آیین، مکتب، دینه، یا اصالت با انسانه؟ خب انسان، وقتی شما اصالت رو به انسان بدید، همه جا رو میبینید، انسانهای مختلف رو میبینید. خب میبینید اون انسان، یک مثلا بودایی ها یه حرفی دارن، یه چیزی دارن، خب نگاه کنید شاید یه حقیقتی توش هست. خب وقتی که مثلا شما میبینید توی هند مثلا شاش گاو از شیر گاو بیشتر فروش میره، خب ما بیام فوش بدم؟ خب برو ببین چرا. ما اینجا یه دوست هندویی داشتیم که هر روز شاشش رو میخورد برای مثلا سلامتی بدنش. شما میدونی همین کله پاچه‌ای که ما میخوریم به عنوان بدترین غذای جهان و کریه‌ترین غذای جهان شناخته شده. خب فرهنگ غذامون متفاوته، فرهنگ لباس پوشیدنمون متفاوته، زناشویی و روابط و همه اینا متفاوته. خب بیایید بگید خب من این فرهنگم نگاه میکنم، نگید اون اروپایی، من قرار نیست اروپایی بشم که، حالا نگاه میکنم اگر در اروپا یه چیز جالبی بود میپذیرم، نه خوشم نیامد خب میگم نمیپذیرم. از هر فرهنگی اینجوری نگاه کنیم. ما به عنوان یه روان درمان ما میایم چیکار میکنیم؟ ما میایم دید طرف رو وسیع میکنیم، براش تصمیم نمیگیریم. من نمیگم با زشته این کارو نکن، یا نمیگم بگم خوبه این کارو بکن. نه اصلا کار ما این نیست که بگیم، چون تصمیم گیری رو باید خود فرد بکنه، اما زاویه دید رو براش وسیع میکنیم تا این فرد بتونه در محیطی که هست، در جامعه‌ای که هست، در روابطی که با انسان‌های دیگه داره، بتونه یک رابطه‌ای رو برقرار کنه که بتونه ازش دفاع کنه، براش یه کمپلکس نشه. کلیپ فروغ رو دیدید. خب فروغ تونست در رابطه با مسئله‌ای که سالها تو دلش بود انقدر راحت بعد از مدتی، خب اونجور راحت نشسته حرف میزنه، شما فکر میکنید اولم اینطور راحت بوده؟ نه عزیزان، اون اول اینجوری نبوده. سالها حتی این دختر دچار کمگویی شده بود، نمیتونست، انقدر منزوی شده بود تا بتونه این پروسه طی بشه، این فرد بتونه باهاش کنار بیاد، بتونه راحت حرف بزنه و بعد بتونه حتی تو جامعه حرف بزنه. بحث ما این نیستش که من به یکی بگم و به کسی هم نمیگم این کارو بکن اون کارو بکن. هر فردی میتونه برای خودش تصمیم بگیره. زیبا پول از کجا میگیری، کجا کار میکنیم؟ یک بار دیگه میخوام یه لایو بذارم در رابطه با خودم. بیایید از خودم بپرسید، از تحصیلم، از تمام کارهام، چیکار کردم، پناهندگیم، نمیدونم فرض کنیم پول کجا در میارم، چی هر چی دلتون میخواد. این لایو هم میذارم، بعداً این سوالتو اونجا جواب میدم. اولی سکس با محارم خیلی بده تو همه دنیا، چون که خانواده بنیانش از هم پاشیده میشه. بد یا خوب رو هر کسی خودش تعیین میکنه. شما الان اون چیزی که اینجا بد میدونید که کشور دیگه خوب میدونید. شما گوشت خوک اونجا اینقدر حروم میدونید و بد میدونید و نجس میدونید، مثلا میگید که وای این چه، اینجا در حالی که مثلا عادی ترین گوشت و حالا ارزون ترین گوشت، معمولی ترین گوشت اینجا گوشت خوکه. خب ما هم گوشت خوک اگر یه موقعی هم گوشت بخوایم بخریم که همیشه گوشت گاو و اینجور چیزا و اینا نمیخریم که گوشت ارزون میخریم، گوشت خوک میخریم. من خودم گوشت خوک میخورم. وقتی که میخوایم بگیم چی خوبه چی بده، باید ببینیم که
کی خوب و بد رو تعیین میکنه؟ خوب و بد یه چیزی که الان میتونه خوب باشه در یه مقطع دیگه میتونه بد باشه. شما همین امروز غذا رو میخورید، حتی در مورد غذا یه غذای چلو کباب میخورید دیگه به به چقدر خوبه، چقدر خوشمزه، سیر که شدید، بعد که برای شما یه پرس دیگه میارم میگید حالم به هم میخوره، نیار. خب چی شد؟ اون چلو کباب اون حاله. پس شما در یک مقطعی میگید خوب، در یک مقطعی میگید بد. پس خوب و بد یک چیز ثابت نیست. اینایی که میان، مکاتبی که میان یک چیز رو مطلق میکنن و این رو برای همه تجویزش میکنن، این به مرور زمان به زوال خودش رسیده. کما اینکه در رابطه با خانواده ها، این سوالی که این خانم کرد یا آقا که بنیان خانواده ها به هم پاشیده میشه، اولا بنیان خانواده ها که پاشیده شده، اصلا مفهوم مادر، خواهر، فلان اینا اگه میخواین اینو بگید، پول نزنیم خودمونو. هر کی رو ما نگاه میکنیم میبینه که مثلا سر یه دونه مسئله مالی با هم دیگه مشکل داره. پس خواهر و برادر و فلان اینا مفاهیم خاصی هستن که تغییر میکنه بنیان خانواده ها. اولا که ازدواج هم که الان شما میبینید که چقدر این ازدواج ها داره به طلاق منجر میشه. البته از نظر من خوشبختانه، به خاطر اینکه خیلی از اینا اونقدر سطحی بوده الان داره به هم پاشیده میشه و مردم آزادترن، طرف میخواد آزادی خودشو داشته باشه. خب شما نگران چی خانواده هستید؟ نگران چی هستید؟ که این ظاهرش رو حفظ کنی، با سیلی خودتون رو سرخ نگه دارید، صورتتون رو سرخ نگه دارین که ما خانواده خیلی پاک و عفیف و خوبی هستیم. بابا پرده ها رو بزنید کنار. روز قیامت که میگن که پرده ها کنار زده میشه، بابا هم روز قیامت از خودتون، الان همین روز قیامته. من شروع کردم دیگه، دارم هر روز یه سری چیزا، مثلا من حالا کم کم بچه‌هایی رو خواهم آورد توی لایوا که اونا بیان حرف بزنن از خودشون. ببینید من مصاحبه‌های من همش مصاحبه‌های واقعیه. شما اون پسری که بهش تجاوز شده، اون دختری که بهش تجاوز شده، اینا کارهای بزرگی بوده. من در چندین ماه به جایی رسوندم، حتی همون پدر فروغ رو به جایی رسوندم که اومد توی جمع توی ایران، توی جمعی نشست و من از اینجا داشتم اداره میکردم. برام خیلی مهم بود که بچه‌ها درست برخورد کنن و یه سری بچه‌ها که حتی از دوستای خودم حاضر نشدن تو اون جمع شرکت کنن، گفتم ما پدر فروغ رو ببینیم ممکنه بلند شیم بزنیمش. حدود 10 نفری تونستن و همه فکر، وقتی پدر فروغ می‌خواست تو اون جمع بیاد، همه فکر می‌کردن یه آدم فضایی داره میاد، از کجا میاد. و این چه زحمتی من کشیدم، چه پروسه‌ای طی شد. این آقا از شهر خودش بلند شد تا تو این جمع بیاد حضور پیدا کنه و حداقل اقرار کنه، یک مقدار در رابطه با این مسئله صحبت بکنه. خب ما هم میتونیم بگیم که آقا این کار شده، خب حکم اینو بکش، اونو بکش، اعدام بکن، مردم هم دست بزنن بگن هورا بکشن. با این حرفا از کی پول میگیری؟ فعلا که صبر کن اینو یه جواب بدم، بذار برام بخورم. اولا نه، من پول نمیگیرم از کسی و فعلا و در حال حاضر صحبتایی که میکنم همش رایگانه. یعنی در واقع نیرویی که از خودم میذارم. حالا برای من این فالو مالو فلان اینا زیاد بشه من اصلا توی این فادیا نیستم. خب حالا زیاد شده کم شده، اصلا از بین یک سری میگن رپورت کنیم بلاک بشه فلان بشه چیزی هم از دست نمیدم. 2 هفته پیش همینی بودم که الانم اینو هم از دست بدم، چیزی خاصی پیش نمیاد. فقط شما من از دست میدید. منی که دارم تمام تجارب خودم رو، تجارب عینیمو، حرفای قشنگ به شما تحویل نمیدم دوستان. ببینید حرفای قشنگو خیلیا میزنن، من واقعیت‌های جامعه، اون اتفاقایی که افتاده، مثل تمام این کتابای من اتفاقای واقعی، دکومنتیه، سندی، مستنده. من نیومدم با اسم مستعار یه چیزی رو بگم. همه مشاوره‌های من، مجموعه مشاوره‌های منم تک تک اینو جوامع ما هستم. من اینا رو دارم مطرح میکنم. کار مشاوره هم به شما بگم که مشاوره‌های من در حال حاضر الان هزینه‌اش بسیار پایینه، ولی به مرور زمان هزینه‌های واقعی خودش رو بیشتر خواهد شد، به این خاطر که واقعا کار من خیلی با ارزشه و کار منم به این لایوا با اینستاگرام و اینها بستگی نداره و من هم مراجعه کننده های خودم رو دارم. چیزی بهتون بگم، اگه به من پول دادن رد نخواهم کرد، چون چرا نگیرم، ولی اگه بخوام بگن این حرفو بزن اون حرفو بزن، نه.
ساری من اون حرفایی که میزنم یکی بگه خوشم اومده میخوام به پول بدم، یا خب بفرمایید این شماره حساب من واریز کنید پدر بزرگم بکنم. من یه مشاوره‌ای داشتم، یه آقایی بود که ایشون از دبی با من تماس گرفته بودم، بعد از این مدتی اومدن اینجا و من یه حرفایی رو میخوام بزنم که تا حالا نزدم، بتونم اونو بیارم اینجا و اون حرفاشو بزنه شما اصلا 1,000,000 میشینیم پای حرفاش. چرا؟ گفت من اولین سکس خودم رو با مادر بزرگم داشتم. اینجوری موندم، گفتم چی؟ شوک میشه یه چیزایی میشنوه. شما فکر کن مثلا از مادر بزرگ خودت با این یه تصویری داری، بعد این گفت من اولین جایی که تو این اتاق مشاورم میدونید چقدر افرادی اومدن و حرفایی که زدن همیشه میگفتم این صندلی من چه خاطراتی داره، چون همیشه بعضیا اینجوری میکردن تو اتاق نگاه میکردم گفتن که ما باورمون نمیشه که آیا خواب میبینیم، آیا این چیزایی که ما داریم الان مطرح میکنیم از من اومده بیرون واقعیه، من در بیداریم، چیزایی که تو دل انسان ها مونده. تمام این افرادی که الان شما دارید برای من پیام میدید حتی فوش میدید، ولی برید کلاه خودتون رو قاضی کنید ببینید چقدر حرفایی که هست شما از ترس مادر، پدر، فرهنگ، این زشت، وای، اون نگفتید. چرا؟ این حرف که وجودتونه. خب اینم که این آقا که گفتش پدر بزرگ، یاد مادر بزرگ افتادم، میگه کسکشی خوردم از خودت تعریف کن. از من به شما گفتم یه بار یه لایو میذارم فقط درباره خودم، اون موقع شما بیایید ببینم یه نفر اینجا، من میخوام شوهر خالمو بکنم. این کسایی که من بذارین محور مشاوره هامو به شما بگم. مشاوره های من تمام این کسایی که اومدن من به اینا گفتم شما باید کاری رو بکنید که بتونید ازش دفاع کنید. حالا تو میخوای با مادر سکس کنی، با مادر بزرگت، با نمیدونم با پسرت، با نمیدونم خواهرت، باید بتونی حرف بزنی. اولین کسی که باید بتونی باش حرف بزنی کیه؟ همون کسیه که تو بهش احساس داری. تو نمیتونی بیای بگی که به من زیبا به من یه دوایی بده، یه چیزی بده، یه کاری بکن که من به هر طریق اونو بکنم. من هیچ وقت این کارو نمیکنم، چون میدونی و این نمیام که یه روش حیوانی به تو یاد بدم یا راه بدم بهت بگم که فقط منافع شخصی تو. اون موقع میشی مثل این همه آدمایی که توی جامعه ما هستن که ارزشی هم انسانهای دیگه براشون ارزشی نداره. اول اینکه اون فرد مجسمه که نیست، باید برید باش بتونی حرف بزنی، بهش بگی که من یه همچین حسی رو دارم. شما اول قبل از اینکه دنبال عملی باشید شما باید بتونید حرفتون رو منطقی بزنید. شما هیچ وقت به سبب داشتن یک احساس مجرم شناخته نمیشید. شما اگه حتی الان تو فکرتون قصد کشتن یک کسی هم داشته باشید، به قصد به علت اینکه این فکر تو ذهنتون اومده کسی نمیتونه شما رو محکوم کنه. تا موقعی که شما اونو به یک روش عملی تبدیل نکردید محکوم نیستید. من به یه پسری بود بهش گفتم که عزیز من تو به مادرت حس داری؟ گفت مادر من مذهبیه. گفتم اصلا مذهبی باشه غیر مذهبی باشه تو باید بری با مادرت حرف بزنی. خب به مادرش که بالاخره من اینو بعد از 1 ماه به یه جای رسوندم که این رفت به مادرش یه نامه نوشت یا یه چیزی رو نوشت و اینا. گفتم اگه نمیتونی مستقیم حرف بزنی براش بنویس، هر چی که به من گفتی به اون بنویس. مادرش ناراحت شده بود، بعد 1 ماه از خونه رفته بود، نمیدونم گفته بود مادرم رفته کیش اصلا نمیاد حرف نمیزنه. البته من اولم بهش گفته بودم که ممکنه مادر اطرافیان شما اونها چون متأثر از این فرهنگ جامعه ما هستن اینجوری ناراحت میشن، برخورد تندی میکنن، ولی بهش نگران نباشید. مادر شما، خواهر شما و نزدیکان شما رو دوست دارن. بنابراین شما قبل از اینکه هر گونه تعرض بدنی بکنید بهشون، هر چی که دارید در یک فضای منطقی بشینید باشون صحبت کنید، بهش بگید مثلا مادر من یه همچین حسی رو دارم چی کار باید بکنم. چون من برای شما تصمیم نمیگیرم که من اگه پسر خود من که البته پسر ندارم ولی یه پسر خونده دارم، اگر اون به من یه همچین حسی رو داشت خب اون مسئله من باید با اون میشستم، ما باید برای همدیگه تصمیم میگیریم، یعنی با هم تصمیم میگیریم برای این رابطه. ولی من نمیتونم برای اون آقا بگم که بکن یا نکن. من میگم بهش برو بگو مطرح کن و بعد در یه فضایی بشین با اگر تو پدر داری، اگه پدر نداری
که خب اول به شما دو نفر، اول اگر پدر داری به پدر تو مربوط میشه. ممکنه پدر تو بگی پدر من منو میکشه فلان. به قدرتی که در سلاح صداقت هست در این بمبای اتمی نیست. این جمله منو یادتون باشه. بزرگترین سلاح در این جهان سلاح صداقته و شما اگر همه جا صادقانه برید هرگز و هرگز ضربه نخواهید خورد، چون باور داشته باشید به اون نیروی درونتون و به این که حرفی رو که میخواید بزنید به درستی بزنید. بگید که من یه همچین حسی رو دارم. شما ببینید همیشه تو جامعه ما این عنوان شده، برگشته میگن که شما اگر صادق بودی احمقی. شما مطمئنا وهله اول ممکنه در رابطه با صداقت صادقانه حرف بزنید، دعوا باشه، ناراحتی باشه، ولی اثر میکنه توی وجود طرف. میگه نگاه کن چقدر این فرد، چقدر این آدم، چه این داره صادقانه حرفشو میزنه. خب میشینه. مادر تو اگر این هم به تو حسی داشته باشه، ممکنه اونم به تو حسی داشته باشه. خب این مسئله فرق میکنه با اون موقعی که مادر تو مخالفه. پس بنابراین این شما دو نفر هستید که بتونید بشینید به صحبت کنید. بعد مسئله برمیگرده به خانواده‌ام، به وسیع‌تر شدن. شما در یه غار که زندگی نمی کنید که، در یه جزیره تنها نیستی که فقط با مادرت و خواهرت باشید. شما توی یه جامعه هستید، فردا باید پاسخگوی روابطت باشی. تو نمیتونی مثلا فردا بری ازدواج کنی نگی. من اینجا یه خانمی الان هست که اومده بعد میگفت خب شوهر من با مادرش مدت‌ها رابطه جنسی داشت. بعدم من متوجه شدم خب نه، این درست نیست دیگه. این یعنی باعث میشه بعد از اینکه شما یه سری مسائلی رو دارید، خب بعدم بیای مطرح کنی. شما از ابتدا باید بتونید حتی قبل از اینکه وارد یک رابطه بشید این مسائل رو مطرح کنید و عنوان کنید و بگید. تا موقعی که به مرحله عمل نرسیده، خب شما میگی من این حسو دارم، چیکار کنم؟ میخوای منو به خاطر حسم بکشید؟ هیچ دادگاهی شما رو به واسطه اینکه یه همچین حسی رو به مادرت داری نمیتونه محکوم بکنه، چون شما حس درونته تا موقعی که عملیش که نکردی. حتی فکر نکنید که شما الان که توی مثلا فرض کن ایران هستید، ایران هم اینجوریه که درسته که خیلی از این بی‌عدالتی هست، اما دیگه خیلی هم دیگه اینجوری نیست. هر کدوم از ما رفتیم بالاخره یه سیستمی داره، یه دلیلی میاره، یه نمیدونم حکمی میاره، بیار فلان. خب اینم از این که در رابطه با سکس با محارم اون چند تا سوالایی که گفته بودم و این که این افرادی که میخوام بیان کنم، وهله اول شما از هیچ چیزی هم تغییر نخواهد کرد، چه به من حق مشاورم رو بدید چه ندید، در اساسش تغییر نمیکنه. برای من هم دوستانی که میخوان در این رابطه مشاوره کنن صرفه جویی کنن برای خودشون، هم هزینه ها رو صرفه جویی کنن، هم همه چی رو، و بدونن که جز این راهی رو نداره که باید در رابطه با احساسشون و نظراتشون و مسائلی که دارن بتونن با کسای مختلفی حرف بزنن و من همین کار رو کردم و اینا تونستن حتی رفتن به چندین نفر حداقل گفتن. خب حالا اینکه به کجا رسیده دیگه اون مرحله بعدیشونه. لطفاً کسایی که دوستان این افراد خارجی رو میارید به اونها بگید که حداقل سوالاتشون از قبل برای شما یا فارسی بنویسن یا حالا انگلیسی هم ننویسن، انگلیسی یه ذره طول میکشه، ولی خب فارسی رو براشون ترجمه کنید که اون سوالاتشون رو که مینویسن حداقل آدم بدونه. باید بری روان درمانی بشی یا همچین چیزی رو نوشته. خب من اولا که درسته همه کسایی که روان درمانی میخوام بکنن باید خودشون روان درمانی بشن. ما وقتی که هر روان درمان واقعی بایستی خودش روان درمانی بشه و من هم سالها روان درمانی شدم در خیلی از مسائل. اگر بیام به شما پروبلم ها و باور میکنید برای یک مسئله روحی من نزدیک 4000 یورو خرج کردم؟ شما نمیتونید تصور کنید. یعنی از همه چی زده بودم برای اینکه من فقط بتونم در یک رابطه‌ای بتونم نبگم. اینقدر برام سخت بود که من بتونم. بعد چه تمرین هایی هست که شما بتونید مثلا فرض کنید که اون کسایی که شما بهشون مثلا همین مورد سکس با محارم، شما فکر کنید به مادر خودت از یه طرف یه احساس مادری، یه احساس عاطفی، از یه طرف یه احساس جنسی داری و این مسئله خیلی سنگینه
و خب شما بیان کردنش، برخورد کرد، یعنی یک مسئله بسیار بسیار مهمیه. من کاری که الان کردم و میکنم اینه که فضایی باشه که انسان‌ها حرفاشون رو بزنن، شما خودتون رو آماده کنید، حداقل بشنوید، یک کم به قول معروف خودتون رو چند تا نفس عمیق بکشید، بگید خب الان یه نفری مثل پدر پروخ میخواد بیاد حرف بزنه، بگه من چه جوری مثلا فرض کن از دخترم سوء استفاده جنسی کردم، یا مثلا فرض کنید که یکی میخواد بیاد بگه هنوز این کارو نکردم، یه همچین احساسی رو دارم. این اولین مرحله است. خب نوشته خاک تو سرت، مقام مادر والاست و فلان و اینا. ببینید از این حرفایی که شما مادر پادر و فلان اینجور چیزا، اینا یه کلاهیه که سر مادرها گذاشتید. واقعا بعضی وقتا یه سری از اینایی که مادرم میگم بابا جان ما رو با اینا خر نکنید، هی مادر یه نقشه یه چیزی رو دادید که یه روسری هم سرش کردید، بعد هی میگی که مثلا فرض کن که بیا بشین خیلی مقامت بالاست، یه دونه دستشو میبوسید فلان کن. من بابا خاله من 60 خورده سالش بود، بعد من گفت بابا من از شوهر خودم لذت نبردم توی مدتی که بودم، وقتی هم که خالم شوهرش مرده بود اومد گفت نمیخوام گریه کنم. من البته خودم اون موقعی که تو ایران بودم بعد گفتم بعد از تو همون موقعی که هنوز ازدواج، یعنی تو دوره نمیدونم ادمت است چیه فلانه، با یه مردی آشنا میشی، یواشکی به من زنگ میزنه از تبریز، میگه زیبا یه مردی که از من 10 سال کوچیک‌تره به من ابراز علاقه کرده، گفته که من میخوام با تو ازدواج کنم. اون موقع که همین به ازدواج آزاد و اینجور چیزا هنوز اعتقاد اینچنینی نداشتم که اینقدر راحت بشم، وگرنه میگفتم که بابا اصلا همون ازدواجرم نکن. ولی اون بهش گفتم که خب باش، تو گفتم دوستش داری؟ گفت آره دوست دارم باهاش باشم. گفتم خب برو باهاش ازدواج کن اگه دوست داری. این گفت آخه به من، بچه ها میدونین چیه، 5 تا بچه‌اش تحریمش کرده بودم، تحریمش کردم 5 تا بچه‌اش. وقتی که این علنی من بهش گفتم که برو بگو برو باهاش اگه میخوای ازدواج کن، این میره با اون مرده ازدواج میکنه، بالای 60 سال 60 خورده ای سنش بود. خب بچه‌ها الان وقتمون داره تموم میشه. یه نفری من اشتباه کردم نذاشتم روی چیز، یه تلفنی اومد، اشتباه کردم، اشتباه از خود من بود، یادم رفته بود که اینو ببندم. دخترخونده افغان من یه دخترخونده افغان دارم که این امروز از ایران اومده، بعد من به خیلی آرزوش این بود که ایران بره، منم بهش این آرزوشو برآورده کردم، بهش این هدیه کردم بره ایران. امروز اومده و اون به من میگه که اون زنگ زد که گفتم بعد از این لایوم میام خونه میبینمت. البته امروز صبح رفتم از فرودگاه آوردمش. یه دختر خونده افغان دارم، من خیلی افغانا رو دوست دارم، ولی من بذار این جنبندی بکنم که تا اون زنگ نزده به نظر من اصلا خود همین که ما امروز در رابطه با سکس با محارم تونستیم یک کم حرف بزنیم، بشنویم از هم دیگه و بدونیم که میشه یه همچین چیزایی هست و بذاریم این فضا ایجاد بشه، این خودش خیلی مهمه. این لایو هم که من امروز ساعتش رو به احترام یه خانومی که به من گفته بود که خواهش میکنم که طول روز بذار و یکی هم این وسط ها خیلی ها گفته بودن که یه لایو دیگه بذارم، من این لایو رو اختصاصی گذاشتم، بازم برای شما اگر فرصتی داشته باشه این کار انجام میدم و دفعه دیگه هم براتون در رابطه با خودم صحبت میکنم. ببینید من خودم کالبد شکافی میکنم خودم رو و تمام در واقعیت خود واقعیت بهترین آموزگاره. شما ببینید واقعی هر کدوم از شماها که اینجا هستید یه کتابید، اگه ما بتونیم این کتاب‌ها رو باز کنیم، اگه بتونیم این کتاب‌ها رو بخونیم، به ما بزرگترین درس‌ها رو میده. مثلا میخوایم بریم هی کتابای رمانای آنچنانی بخونیم، هر کدوم از ما رمانیم دیگه. منم دارم رمان زندگی خودم رو باز کردم و برای شما و تجارب خودم رو در اختیارتون میذارم و مشاوره های من واقعا جالبن، دنیای عجیبیه. بعضی وقتا اصلا یک مشاوره چندین روز منو درگیر روحی میکنه و من هم شما رو کاملا میفهمم که بایستی واقعا در این رابطه ها باید یعنی تحمل بکنیم بگیریم. ولی من اعتقادم به روان درمانی اجتماعی، اگر من خبره ترین پزشکم باشم، روان درمانگرم باشم، نمیتونم بدون کمک تک تک شماها، تک تک افراد دیگه به صورت یک تیم ورکینگ ما باید کاری بکنیم تا بتونیم کارمون رو پیش ببریم. از همه شما تشکر میکنم برای
اول برای فوشاتون هم جالبه، بعدش همه و حضورتون خیلی خوبه و امیدوارم که بازم بتونیم در جلسات دیگه صحبت کنیم. بای بای.